قسم 52 قسم 3 بند ب و 130 قسم 2 بندهای A B G Z کدش جنایتی جمهوری ترکمن و نصرالدین اومدجان حسینویچ با مدعای 36 قسم 5 195 قسم 2 بندهای A B B 36 قسم 5 104 قسم 2 بندهای Z I L 36 قسم 5 149 قسم 4 بندهای B B 36 قسم 5 152 قسم 3 بند B و 36 قسم 5 130 قسم 2 بندهای A B G Z و 177 کدش جنایتی جمهوری ترکمن گناهکار دانسته شود. و سماعت امور 195 قسم 2 بندهای A B B کد جنایتی به مدت 5 سال محبوس ساختن از آزادی. با امور 104 قسم 2 بندهای Z I L کد جنایتی به مدت 22 سال محبوس ساختن از آزادی. با امور 249 قسم 4 بند B B کد جنایتی به مدت 17 سال محبوس ساختن از آزادی. با امور 252 قسم 3 بند B به مدت 8 سال محبوس ساختن از آزادی. با امور 130 قسم 2 بندهای A B G Z کد جنایتی به مدت 8 سال محبوس ساختن از آزادی جزایی پای کرده. با دسترسی ماده 67 قسم 3 کد جنایتی جمهوری ترکمن از روی مجموع جنایت‌ها برای قسمت ضمن نمودن جزاها و سند و جزای نهایی و مدت 24 سال محبوس ساختن از آزادی با ادا نمودن جزا در کلان اصلاحی دارای نظام از سخت تعیین کرده شود. در اساس ماده 13 قانون جمهوری ترکمن تحت رقم 764 از 20 آگوست سال 2011 درباره از مهلت جزای تعیین گردیدن نسبت سماعت 2 سال کم کرده شود. مهلت ادای جزا نسبت سماعت از روز 26 می سال 2013 به حساب گرفته شود. و میرزویف با خود 195 قسم 2 بندهای A B B و مدت 6 سال محبوس ساختن از آزادی. با ماده 104 قسم 2 بندهای Z I L کد جنایتی به مدت 22 سال محبوس ساختن از آزادی. با ماده 249 قسم 4 بندهای B B کد جنایتی به مدت 16 سال محبوس ساختن از آزادی. با ماده 252 قسم 3 بند B کد جنایتی به مدت 8 سال محبوس ساختن از آزادی. با ماده 130 قسم 2 بند A B G Z کد جنایتی به مدت 8 سال محبوس ساختن از آزادی جزا تعیین کرده. با دسترسی ماده 67 قسم 3 کد جنایتی جمهوری ترکمن از روی مجموع جنایت‌ها برای قسمت ضمن نمودن و مجازات به جزای نهایی و مدت 24 سال محبوس ساختن از آزادی با ادا نمودن جزا در کلان اصلاحی دارای نظام از سخت تعیین کرده شود. در اساس ماده 13 قانون جمهوری ترکمن تحت رقم 764 از 20 آگوست سال 2011 درباره از مهلت جزای تعیین گردیدن نسبت میرزویف 2 سال کم کرده شود. مهلت ادای جزا نسبت میرزویف از روز 26 می سال 2013 به حساب گرفته شود. و نصرالدین اومدجان حسینویچ با ماده 36 قسم 5 195 قسم 2 کد جنایتی بندهای A B B کد جنایتی به مدت 5 سال محبوس ساختن از آزادی. با ماده 36 قسم 5 104 قسم 2 بندهای Z I L کد جنایتی به مدت 19 سال محبوس ساختن از آزادی. با ماده 36 قسم 5 149 قسم 4 بندهای B B کد جنایتی به مدت 15 سال محبوس ساختن از آزادی. با ماده 36 قسم 5 152 قسم 3 بند B کد جنایتی به مدت 8 سال محبوس ساختن از آزادی. با ماده 36 قسم 5 130 قسم 2 بندهای A B G Z به مدت 8 سال محبوس ساختن از آزادی. با ماده 177 کد جنایتی به مدت 1 سال محبوس ساختن از آزادی جزا تعیین کرده. با دسترسی ماده 67 قسم 3 کد جنایتی جمهوری ترکمن از روی مجموع جنایت‌ها برای قسمت ضمن نمودن جزاها و نصرالدین جزای نهایی و مدت 22 سال محبوس ساختن از آزادی با ادا نمودن جزا در کلان اصلاحی دارای نظام از سخت تعیین کرده شود. در اساس ماده 13 قانون جمهوری ترکمن تحت رقم 764 از 20 آگوست سال 2011 درباره از مهلت جزای تعیین گردیدن نسبت نصرالدین 2 سال کم کرده شود. از حساب شنوندگان سماعت میرزویف نصرالدین و فایده جوابدهان حیدرآباد مبلغ 40430 سومانی و فایده علی مردان به مبلغ 300 سومانی و تلخی مشترک رانده شود. نوریزان تلفن میتواند از برای حکم مذکور در مهلت 10 شبانه روز سودشوندگان در همین مهلت از لحظه نسخه حکم